سلام، وقتتون بخیر. اینجا در ایران روز دوشنبه 29 بهمن صبح هست. چند روز قبل یک اتفاقی افتاده در شهرستان گلپایگان. یک مصاحبه ای انجام شده با یک سرکار خانومی اهل گلپایگان. این ویدیوش رو سایت خبرگزاری دانشجو گویا رکورد کرده بوده و این توی فضای مجازی خیلی مورد توجه قرار گرفته. در این ویدیو من میخوام در مورد موضوع مهم پدیده میم از نقطه نظر جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی یک پدیده برساخته جدید هست. اینجا باشه صحبت بکنم و یه قسمت فرهنگی این که حالا مقدار سرچ کردم که این سله علی سترکه چشم حسود به ترکه در اصل اینه، مثلا به چه دلایلی استفاده می‌شده و درباره موضوع مسئله شوخی کلا به طور کلی و این گونه مسائل من صحبت بکنم و شما گوش بکنید. خب بحث اینه که گلپایگان ما اول بدونیم کجاست. من بنده عراقی هستم دیگه، زمین و زمان میدونم. عراق در استان مرکزی هست، گلپایگان در استان اصفهان در منطقه غرب استان اصفهان منتهی الیه یک شهرستانی وجود داره نزدیک خمین ما هست، خمین عراق. اگه شما دقت بکنید لهجه ایشون هم اصفهانی نیست، بیشتر نزدیک به خمین و علی گودرز و عراق و اینا. میگه سترکه، خب بهترکه، یعنی اصلا پرونانسیشن واژه هایی که استفاده میکنه بیشتر منطقه اینجا. حالا پس گلپایگان فهمیدیم که در منطقه الیه شرقی استان اصفهان هست، یک شهر بسیار قدیمی، فرهنگ بسیار کهن که شما بخونید دچار حیرت بشید از این بابت که چقدر در واقع شهرستان گلپایگان و خب شهر گلپایگان سابقه فرهنگی طولانی دارد. به هر حال این ویدیو رو 22 بهمن بود دیگه، بارندگی اومد عراق بودم، ویدیو منتشر بکنن. مطلبی که هست این خانم، حالا من به خاطر کپی رایتشون نمیتونم پخش بکنم، ولی افرادی که اگه سرچ کردید شنیدید دیگه مطلبی که ایشون میگه. ایشون میگه که آمریکا برای ما یک پشه است، یه پشه است، لهجه شبیه عراقی هم ا رو بیشتر حالت ا میگن، پشه. خب پشه است، مثل پشه است آمریکا و هیچ کاری نمیتونم بکنن رو این گونه مسائل. بعد در انتها یه شعری رو بخونه، حالا به صورت مثلا میگیم یک بیتیه یک مصرعه، میگه که سل علی سترکه چشمات ایران بترکه. حالا من اینو یه سرچ کردم، این برابر یک افراد مثلا گلپایگانی بودن، نمیدونم این طرف اون طرف ویدیوی ضبط کردن، دو اشاره کردن درباره اینکه چه معنی دارد. در مورد خود پدیده چشم زخم همین جا اگه بشه صحبت میکنم. من دوست داشتم ای آی چت جی پی تی رو بیارم. امشب هم راستی هوش مصنوعی تسلا چیز میاد، ای آی همین ایلون ماسک یک نسخه خیلی جدید امشب مثلا 8 شب منتشر میشه. من گفتم برای اطلاع علاقه‌مندان به موضوع تکنولوژی در جریان قرار بگیریم. مثلا 8 ایلون ماسک این ذیل فکر کنم توییتر اینو میخواد منتشر کنه، همین ایکس، که ای آی دیگه میگه خیلی پیشرفته است و خفنه. دوست داشتم اینجا اگه بشه در انتهای ویدیو این ای آی چت جی پی تی رو بیارم، پروژه اوپن آی، و اینجا در مورد پدیده چشم زخم اگه بشه باش مثلا صحبت بکنیم. ولی به هر حال من سرچ کردم متوجه شدم که یکی از چیزهایی که اطلاق شده به این، یکی از چیزهایی که میگن سترکه یعنی چی؟ یعنی سترکه، یعنی سترکه. ها سترکه همون اسپند، دستانهای اسپند که حالا نمیدونم خاورمیانه جای دیگه هم میمونه باشه و در ایران رسمی هست، دود میکنن اینو، حالا هم به شکل اسپندان داغ میکنن، یک ظرف قدی رو داخلش اسفند میریزن میچرخونن، یا یه چیزی میزنن داغ میشن تو ظرف اسفند به طرق مختلف. در روستای ما که مثلا اسپندان بزرگ هست که روی زغالا رو آتیش میذارن، مراسم ها دیدی دیگه، اسفند دود کردن دیگه همه دیدن. سترکه همین دانه اسپندی است که سه ترک دارد. صل علی یعنی چی؟ یعنی درود بر او، مثلا درود خدا بر او، بر آن، بر سترکه. خب مثلا اونجا گفته میشه که اهالی گلپایگان وقتی اسفند دود میکنن اینو میگن، ولی درباره حسود میگن که چشم حسود بترکه صل علی سترکه. یه چیز دیگه هم من شنیدم که موقعی هست این به کار ببرن، اینم من دیدم تو اینترنت، که وقتی که یک دامداری
یک دامیو داره که 3 بار بچه میاره. خب 3 بار بچه میاره، مثلا یک بوزی گوسفند بره میاره. اینو میگه برای کی حسود حسادت نکنه، چشم نزنه. در این باره هم میگن حالا علاسه. حالا این 2 تا بچه داره این بوزی که اینجاست، ولی 3 تا که بیاره اسفندود میکنن صلی علی سترکه چشم حسود بترکه. یکی این بود. یکی دیگه حالا کلا هم استفاده میشه، یعنی این جمله ای که ایشون میگه برای این افرادی که اونجا ایستادن غریب نیست، اصلا غریب نیست. و حالا خود گلپایگانی ها حالا دیدن حتما دیگه خیلی خوشحال شدن این بابت که حالا این ضرب المثلشون دیده شده. کالچر این کشور ایران دوستان، این وسعت کشور ایران، من از اول دبستان حفظم 16 48 19 5. این وسعت کشور هر نقطه‌ای شما برید یک چیزی، یا جدا از جغرافیا و کشفایی که در جغرافیای ایران میتونید حیرت بکنید، از نظر فرهنگی، از نقطه نظر فرهنگی، هر اینچ از کشور ایران یک چیز جالب فرهنگی شما میتونید کشف بکنید که شما رو به حیرت واداره. همین الان به ذهنم رسید که این شبکه‌های اجتماعی و سوشال مدیا چقدر کمک میکنه به این موضوع. شما چند سال بعد میذاشتید قبلا برید اونجا بگردید در گلپایگان، ببینید که گلپایگانی ها به موقع برای چشم نخوردن یه همچین چیزی میگن، مثلا هم اسفندود میکنن، هم چیزی میگن. خب بحث بعدی موضوع میم هست. ممه نوشته MEME. چند سالی که این اصطلاح اومده و در اینستاگرام و اینا شما میبینید که یه چیزی مسائلی میبینید مثلا با شوخی بکنن خیلی بی‌معنی خود اون موضوع. مثلا جدیدن یک چیزی هستش، یک گربه‌ای هست میچرخه، اگه دقت کرده باشید.